انسان اقدام بکند اون وقت ازش پناه ببر. اما جادوگر مطلقا از او پناه برده شده. لذا عزیزان این نوع مشکلات و آفات همه ما را تهدید می کند. شب وقتی میشه همه ما در معرض خطریم، در معرض خطر مریضی، در معرض خطر حیوانات و حشرات، در معرض خطر دزد، در معرض خطر دشمن و انواع خطرها. پس از به الله پناه ببریم. همه ما در معرض خطر جادوگران هستیم. وقتی که عرض کردم برای رسول الله جادو کردم ما که باشیم، پس به الله پناه ببریم. همه ما در معرض خطر حاسدان هستیم، پس به الله پناه ببریم. تنها راه حل همینه و راه دیگری ندارد. و بعد از این الله عزوجل می فرماید قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. اونجا صفت الله یکی بود، برب الفلق. باز آفات دنیوی زیاد هستند. شب هم آفت است، حسود هم آفت است، جادو و جادوگر هم آفت است. اما اینجا از یک آفت دینی، آفتی که ایمان ما را تهدید می کند، از او پناه خواسته شده. اما صفات پروردگار برب الناس ملک الناس اله الناس، سه تا صفت ذکر شده که در واقع بسیاری از علما این را ربط میدن با اول قرآن کریم. اول قرآن کریم و آخر قرآن کریم با هم دیگه مرتبط است. رب الناس با رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، با اون ربط دارد. ملک الناس با مالک یوم الدین، مالک یوم الدین هم هست، مالک الناس هم هست. اله الناس با ایاک نعبد و ایاک نستعین. اله به معنی معبود، اله به معنی اون ذاتی که او را عبادت میکنی. اونجا هم شما میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. من شر الوسواس الخناس، از شر شیاطین پناه برده شده. اونجا ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. مغضوب علیهم شیاطین. لذا آخری سوره با اولی سوره ربط دارد. به این خاطر اینجا بالناس ملک الناس گفته شده. اما این سوره ناس هست. اول سوره را ترجمه میکنم، بعدا اون مطالب و لطائفش را خدمت شما عرض میکنم. قل اعوذ برب الناس، بگو ای مخاطب، بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم، من پناه میبرم به رب مردم. اون رب مردمی که ملک الناس، پادشاه مردم است. امور مردم در اختیار او هست، رتق و فتق مردم در اختیار او هست. اله الناس معبود مردم است، مردم فقط او را عبادت میکنند، به اون پناه میبرند. سه صفت برای الله. این سه صفت برای الله سه مرتبه توحید هستند. علما میدونند یک، توحید فی الربوبیت. رب یعنی اون کسی که ما را پرورش داده، تربیت کرده، از ابتدا تا انتها، از بدو تولد تا آخر روز حیات، همه تربیت ما، خورد و خوراک ما، سلامتی ما، همه چیز از جانب اوست. ملک الناس، این اشاره به مرتبه دوم توحید است که بر تخت پادشاهی مستقر شده و حکم میراند، تدبیر و تصرف میکنه. یکی را زنده میکند، یکی را میراند، یکی را شفا میده، یکی را مریض میکند، یکی را توانگر میکند، یکی را فقیر میکند. هر کسی را هر جوری که میخواهد تعز من تشاء و تذل من تشاء. یکی را عزت میده، یکی را ذلت، یکی را بر تخت مینشاند، یکی را از تخت میاندازد. این است ملک الناس. پادشاه مطلق اختیار دارد، هر کاری میکند.
این مرتبه دوم توحید هست. مرتبه سوم توحید الوهیت، یعنی وقتی که رب او هست، پادشاه، مدبر و متصرف و گرداننده همه امور او هست، اله الناس، فقط او را باید عبادت کرد. معبود او هست، کسی دیگه معبود نیست. متاسفانه مردم، خیلی از مردم نمک حرام هستند، نمک نشناس هستند، از نعمت رب استفاده میکنند، ولی وقتی که دعا میکنه یا فلان ادرکنی، یا فلان انصرنی، یا فلان خذ بیدی، ای فلانی تو مرا کمک، خدا بهت داده، چرا فلانی؟ چرا بندگان خدا؟ چرا مخلوقات خدا؟ اله الناس، اون معبودی که معبود است، او را باید صدا بزنی، او را باید عبادت کنی، برای اون نظر و نیاز بدی، اون الله است، دیگه کسی نیست. اونجا گفتی ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار اله ما فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو استعانت میطلبیم، کمک میخواهیم. چرا الان از غیر او کمک میخواهی؟ چرا غیر او را سجده میکنی؟ چرا برای غیر او میری طواف میکنی؟ چرا برای غیر او میری سجده میکنی، خودت را کج میکنی، خم میکنی؟ اله الناس، اله مردم، معبود مردم او هست. پس بگو به این رب من پناه میبرم، ربی که دارای این صفات است، دارای ملوکیت است، دارای الوهیت است. از چی پناه میبری؟ اینجا از یک چیز پناه خواسته شده، مستعاذ منه. اونجا چند چیز بودن؟ 3 چیز بودن یا 4 چیز بودن. من شر ما خلق، من شر غاسق، من شر النفاسات، من شر حاسد. اینجا از یک چیز، من شر الوسواس الخناس، از شر اون وسوسه کننده. این وسوسه کننده کی هست؟ شیطان هست. شیطانی که الخناس، مخفی میشه. الخناس اون کسی که عقب نشینی میکنه، مخفی میشه. چطور مخفی میشه؟ عقب نشینی میکنه زمانی که تو ربت را یاد میکنی، عقب نشینی میکنه. وقتی که رب را یاد نمیکنی، میاد وسوسه میکنه. در حدیث میاد وقتی که مؤذن میگه الله اکبر، عظمت خدا، کبریایی خدا، بزرگی خدا بیان میشه، شیطان فرار میکنه تا جایی که این صدا به گوشش نرسه. اذان تمام میشه دوباره میاد، وقتی که اقامه شروع میشه دوباره فرار میکنه. لذا هرگاه ذکر خدا میشه او خناس هست، یعنی مخفی میشه، دور میشه. و وقتی که ذکر خدا نشه او میاد. چنانچه بسیاری از مفسرین گفتن اذا غفل الانسان وسوسه و اذا ذکر العبد ربه خنس. وقتی که انسان غافل بشه وسوسه میکنه، اما وقتی که انسان ربش را یاد میکنه اون چیکار میکنه؟ عقب نشینی میکنه. پس میخوای همیشه از شیطان فاصله داشته باش، همیشه ذکر بکن، همیشه الله را یاد بکن، همیشه الله الله بر زبانت باشه، بر قلبت باشه. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. بالخصوص این ورد لا حول ولا قوة الا بالله، این که داغونش میکنه، کمرش را میشکنه. علاج تمام وسوسه ها این لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم هست، یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هست. پس الله فرموده از شر این وسوسه کننده که الخناس، خناس یعنی عقب نشینی میکنه، الذي يوسوس في صدور الناس، اون وسوسه کننده ای که وسوسه میکنه در سینه های مردم. کی وسوسه میکنه در قلب ما، در سینه ما؟ وسوسه کنندگان دو نوع هستند، شیاطین جنی و شیاطین انسی، من الجنة والناس، از جن و از انسان ها، من الجنة والناس. بسیاری از شیاطین جنی اند، بسیاری از شیاطین انسی هستند. این شیاطین انسی را، شیاطین جنی را که میشناسید، همیشه وسوسه میکنه، حواس انسان را پرت میکنه. یکی میگفت که من چیکار بکنم؟ نماز خواندم، فکرم با درست کردن رادیو بود، رفتم به جای
دعای قنوت التحیات را خواندم، اینطور وسوسه میکن تو نماز، میگه رادیو را چطور درست کن. دوستی داشتی، من همیشه به عنوان لطیفه بیان میکنم، اون زمانی که ما در رحیم یارخان درس میخواندیم، یک روستایی بود، علمای بزرگوار اینجا میدانن چک نمبر تاسی یا روستای شماره 88 معنیش است. اونجا شبها دوستان می نشستن، اون زمان جنگ بود، جنگ ایران و عراق، همیشه رادیو BBC را گوش میکردن و یک شب قبل از نماز بود، هر کاری کردند این رادیو خراب بود، نمی گرفت و اصلا روشن نمی شد. خلاصه وقت نماز رسید، ما آمدیم نماز خوندیم، بعد از نماز رفتیم، دیدیم یک دوست فوراً با سرعت آمد و دو تا پیچش را بالا و پایین کرد، رادیو درست شد. گفت من تو نماز همیشه به فکر این بودم که چطور درستش کنم. بعدم به جای دعای قنوت التحیات را گفت خواندم. اینطوره، یعنی اینجا فکرت کار نمیکنه، تو نماز فکرت کار میکنه. این هست الذی یوسوس فی صدور الناس. لذا من الجنت، این شیاطین چه جنی باشند که این صورتش را عرض کردم. انسان وقتی که در نماز شروع میکنه کجا و کجا ما را میبره، باغ و مغازه و نمیدونم کجا و کجا، تا اینکه نماز تمام میشه متوجه میشم داشتم نماز میخواندم. این هست من الجنت و الناس. اون انسان هایی که وسوسه میاندازن همین مبلغان شرک و خرافات هستند، مبلغان کفر و نفاق هستند، تبلیغ کنندگان راه شیاطین هستند، اینایی که تو ماهواره ها شب و روز نشستن و جوانان را هی دارند شبهات القا میکنن، نسبت به دین میخوان به اعتماد بکنن، نسبت به قرآن به اعتماد میکنن، نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم به اعتماد میخوان بکنند. هی یک سری سوالهای فتنه برانگیزی، یک سری سوالهای معناداری نسبت به قرآن. لذا اینها اون شیاطین انسی هستند، اینایی که پای منبرها نشستند و مردم را به سوی خرافات دعوت میکنند، مردم را به سوی غیر الله دعوت میکنند، مردم را به سوی شرک. اینها و الناس همین شیاطین انسی هستند. لذا از شر اونها باید پناه ببریم. پس ببینید عزیزان، الله عزوجل به ما دستور پناه دادن داده. این سوره را میگن سوره ناس. سوره ناس، ناس به معنی انسانها، مردم. 5 بار در این سوره ناس تکرار شده. چرا؟ بعضی میگن معنادار است، والله اعلم. انسان مراحل مختلفی دارد. ابتدا بچه هست، قل اعوذ برب الناس، اشاره به اون زمان بچگی کرده. اون زمان هم زمانی خاصی هست، زمانی که انسان نیاز به تربیت داره بچه هست. نه همین بچه بعضی وقت هم سبب فتنه میشه. انما اموالکم و اولادکم فتنه یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. لذا از اون انسانهایی که حالت طفولیت دارند، ملک الناس مرحله دوم انسانیت هست. انسانها وقتی جوان میشند، چون ملک به معنی پادشاهی و سیاست، و این سیاست بیشتر با جوانها و با کسانی که در این سن باشند سر و کار داره. لذا پناه برده شده از اون انسانهایی که در این مرحله باشند. اله الناس اشاره شده به اون انسانهایی که پیر، چون به وقت پیری انسان به یاد عبادت میفته. به وقت پیری دیگه میگه الان دیگه مرگ نزدیک، عبادت بکن. این زمان پس اشاره به از این ناس، ناسی که در پیری هستند، از اینها پناه برده شده. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. این فی صدور الناس مراد از این ناس اون انسانهای صالح هستند. اما اینجا پناه برده شده از شر شیطان که در قلب انسانهای صالح و انسانهای نیک و انسانهای خوب وسوسه می اندازد. یعنی خودمون راه صلاح را بگیریم، وقت شیطان کار خودش را میکنه. از شر اون شیطان باید پناه به الله ببریم.
من الجنة والناس. این ناس پنجمین ناس انسانهای فاسد مراد هستند. همین انسانهایی که عرض کردم تبلیغ فساد میکنند، تبلیغ کفر و شرک میکنند، تبلیغ منکر میکنند. از شر اونها پناه خواسته شده. پس عزیزان، بهترین دارو و درمان از هر مصیبتی این دو سوره هست. این دو سوره را زیاد بخوانید. خواهران، پیش دعانویسان نرید، پیش این دکانداران تعویض نروید، پیش جادوگران نروید. مشکلات دارید، صبر کنید، مستقیم از الله بخواهید. چرا مستقیم از رب نمیخواهید؟ رب میفرماید ادعونی استجب لکم، از من بخواهید من اجابت میکنم. رب میگوید که اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، بنده هر وقتی از من میخواد من نزدیکم. اجیب دعوت الداع، دعای دعا کننده را من اجابت میکنم. اذا دعان، او باید از من بخواهد. چرا از پروردگار نمیخواهید؟ چرا پیش اون این و اون میرید؟ علتش اینه که شما هنوز رب را نشناختید، هنوز با رب آشنا نیستید. بیایید پای درس قرآن تا رب را بشناسید، بیایید قرآن را بخوانید تا الله عزوجل معرفت رب را حاصل بکنید. لذا الله فرموده اگر برای شما مشکلی آمد به من پناه ببرید. هر مشکلی باشد، چه دنیوی باشد چه دینی باشد، هر آفتی باشد، هر مصیبتی باشد. و عرض کردم آن حضرت صلی الله علیه و سلم اینو میخواندن. در روایت میاد که آن حضرت بالخصوص زمانی که مریض میشدن و طبیعتشون ناخوش میشد 3 بار میخواند معوذتین را، هر دو این سوره را پف میکرد، دم میکرد بر دستاش، تمام بدن را تا جایی که دست میرفت مالش میداد. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میفرماید در آخرین مریضی آن حضرت که مریضی وفات هست، آن حضرت وقتی که طبیعتش ناخوش بود من این دو سوره را خواندم، این دو سوره را خواندم و بر دستان آن حضرت من دم کردم. بعد خود آن حضرت تمام بدنش را تا جایی که توان داشت بر بدن خودش مالش داد و به ما هم توصیه فرمود که این دو سوره را بخوانید. و روایت را خواندم که هیچ دعایی برابر این دو سوره نیست. از هر دعای این دو سوره افضل تر است، قوی تر است. و حتی اگر کسانی توفیق داشته باشند بعد از هر نماز بخوانید. شما بعد از هر نماز فرض وقتی که امام سلام میگوید یک آیت الکرسی را بخوانید که هم برای حفاظت است. 2 این دو سوره را بخوانید، ببینید خداوند شما را از هر آفت و مصیبت حفاظت میکنه. شما اگر تا 1 ماه پایبند باشید، بعد از اون به صورت خودکار زبان شما کار میکنه. شما تا وقتی که نخوانید آرام نمیگیرید. خیلی از افراد هستند که بعضی از دعاها را همیشه میخوانند، تا وقتی که نخوانند اصلا احساس میکنه کمبودی دارند. خود شما هم همینطور هستید. لذا سعی کنید که همیشه اینا بخوانید. برادران، خواهران، دنبال راه دیگه نرید. بهترین تعویض برای شما اینه، بهترین دعا برای شما اینه، بهترین ورد برای شما اینه، بهترین حفاظ برای شما اینه. آیات پروردگار را بخوانید. این آیات قطعا تأثیر دارد، چون الله عزوجل خودش فرموده قل، ای بنده تو بخوان، بگو که من به این رب پناه میبرم، بیا به پناه من پناهت میدم. لازم نیست پیش جادوگری برید. و وقتی که شما همیشه بخوانید جادو انشاءالله اثر نمی کند. دوروبر شما این معوذتن یک سدی درست میکنن که هرچی توپ بیاد از طرف جادوگران به شما برخورد میکند و بر میگردد، به خودش بر میگردد، به شما اثر نمی کند. لذا بجای اینها این آیات را بخوانید. در خانه های شما اگر همیشه قرآن تلاوت بشه، در خانه‌ای که سوره ملک خوانده بشه، مگر جن جرأت میکنه تو خانه پا بذارد؟ هر شب سوره ملک خوانده بشه، سوره یاسین خوانده بشه. لذا عزیزان، الله عزوجل این دردها را هم خلق کرده، درمانها را هم به ما نشان داده
ولی من و شما سرگردانیم، چون راهمون را گم کردیم. راههای دیگر، راههای نادرست، راههای غلط، راههای اشتباه ما داریم میبریم. بنابراین علاوه از اینکه از مفاهیم این سوره ها استفاده بکنید، آشنا بشید، در نمازتون هم بخوانید با حضور قلب که خدای عزوجل به چه چیزهای به ما دستور داده پناه ببریم. نمازتون هم نماز روحداری میشه، نماز شما هم با توجه به سوی الله عزوجل میشه. و بعد اینها را بخوانید، الله عزوجل شما را انشاءالله حفاظت میکند، شما را الله تعالی انشاءالله دنیا و آخرت شما را آباد میکند. هم از آفتهای دنیوی محفوظ میمانید، هم از آفتهای دینی، از راهزنی رهزنان دین و ایمان شما انشاءالله محفوظ میمانید. الله عزوجل به همه من و شما توفیق عمل عنایت بفرماید. بازم اون نکته های اول را من فقط یک نکتهش را یادآوری میکنم. علما بعضی ها دیر آمدن که یکی از رسالت هایی که متوجه ما اهل علم هست، متوجه ما مولوی هاست، ما ملا هاست، اینی که به وظایفی که الله عزوجل برای رسولش بیان کرده ما اون وظایف را باید در زندگی خودمون داشته باشیم. مهمترین وظیفه‌ای که الله تعالی بیان می‌فرماید برای پیامبرش 4 چیز هستند: یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. آیات پروردگار را برای مردم تلاوت کنیم و این مردم را به وسیله همین قرآن تزکیه و اصلاح بکنیم. مردم را از آلودگی ها، از آفات، از تمام مشکلاتی که برای دین و ایمانشون خطرناکه، بالخصوص برای ایمان و عقاید، به وسیله قرآن باید تزکیه بکنیم. و سوم و یعلمهم الکتاب، علاوه از تلاوت قرآن، تعلیم قرآن و تعلیم سنت. تعلیم قرآن و سنت یعنی تشریح کتاب و سنت. این مساجد فرصتند، این مساجد سنگرهای دینند. به وسیله این سنگرها ما باید دین و ایمان و اعمال و اخلاق انسانها را حفاظت کنیم. به وسیله این قرآن میشه. لذا توصیه این است در همه مساجد. الحمدلله بعضی از علما بنده خبر دارم از نزدیک که در این مساجد الحمدلله فعالیت دارند، اما بعضی از علما در اوقات این درس ترجمه را دارند که اون اوقات خواب آوری است. گرچه وقت صبح وقت مبارکیت، بعد از نماز صبح انسان تا اشراق مشغول به قرآن بشه، تلاوت قرآن، ترجمه و تفسیر قرآن، ولی متاسفانه جماعت صبح خیلی کم رنگ است. اگر جماعت شب 2 صف است، جماعت صبح نیم صف است. جوانها صبح نمیان. این خودش یکی از مشکلات. الله تعالی این مریضی را بردارد که ما شبها همش بیداریم، صبح خوابیم. لذا علما لازم نیست که ترجمه را صبح بذارند، شب بذارند، بعد از مغرب بذارند. اگر مردم بعد از مغرب کار دارند، قبل از عشاء نیم ساعتی بذارند، مردم بیاند، از آن را نیم ساعت قبل از نماز بگویند، بعد از اون ترجمه شروع بشه، یا بعد از عشاء بهترین وقته. این یک نیم ساعت از وقت استراحت خودمون را، از وقت که مال زن و فرزندمون هست، نیم ساعت را به خدا بدیم، به کتاب خدا بدیم، پای کتاب خدا بشینیم. اثرش را هم در زندگی خودتون میبینید، هم بعد از مرگ انشاءالله میبینیم. لذا علما با حال، با نشاط، با مطالعه کامل، با عشق و شوق و ذوق کتاب الله را بخوانند، به مردم برسانند تا در قلب مردم تأثیرش باشه. اون وقت هست که ما بخش کوچیکی از اون وظیفه‌ای که به ما محول شده، به ما سپرده شده، انجام دادیم. لذا شما مردم عزیز هم اراده بکنید که این حلقه ها را از دست ندید، یک روزی پشیمان میشید. و علما هم اراده بکنند که اگر در مدارس تا به حال این حلقه های درس قرآنی نبوده، انشاءالله از این به بعد باشد، برقرار باشد.
الله عز وجل از همه من و شما راضی باشد. الله تعالی فهم درست این کتاب والا را به ما عنایت بفرماید، توفیق عمل عنایت بفرماید، دنیا و آخرت ما را، زندگی ما را، قلب و قبر ما را به وسیله این قرآن الله روشن بگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. صدق الله مولانا العظیم. دعا باشه. قرآن تمام شده. همیشه عمل نیکی که انجام میگیرد اینجا جناب مولانا زحمت کشیدند، چند سال طول کشیده این درس شده و امشب بالاخره این دوتا سوره هم خوانده شد، تمام شد. حق این بود که زحمت را ایشون کشیدن، ایشون دعا بکنند، ولی دستور دادن چند کلمه دعا میکنیم به این امید که الله تعالی بعد از پایان و ختم کلام خودش این دعا را میپذیرد. و بالخصوص دعا بکنید که تا زمانی که زنده هستیم اشتغال بالقرآن داشته باشیم، مشغول قرآن باشیم. یکی از فردای قیامت، یکی از شاگردان، یکی از خادمان، یکی از کسانی که در زندگی ارتباط با قرآن داشتیم باشیم انشاءالله. الله تعالی انشاءالله بر ما رحم میفرماید. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فلك الحمد ولك الشكر، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ولا نعلم، وإنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وتلاوة القرآن وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وتلاوة القرآن وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك البر والتقوى، اللهم إنا نسألك البر والتقوى، اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. إله العالمين يا رب قلبهای ما را با کلام زیبایت منور و روشن بگردان. پروردگار رب ما اعتراف میکنیم که در حق این کلام زیبا، این نعمت بزرگ ما کوتاهی داشتیم، ما ضعف داشتیم، ما از این نعمت قدردانی نکردیم، استقبال نکردیم، نه قدر تلاوت و نه قدر احترام و نه قدر عمل به قرآن در زندگی ما بوده. پروردگار به ما توفیق بده در ادامه زندگی که داریم جبران بکنیم. پروردگار ما را از تالیان قرآن بگردان، از عاملان به قرآن بگردان، از اون بندگانی که فهم و درک درستی نسبت به این کلام دارن بگردان. پروردگار ما را برای غلامی این قرآن، برای خدمت این کتاب عظیم قبول بفرما. پروردگار ما را از شاگردان راستین قرآن بگردان. پروردگار از کسانی که قرآن روز قیامت برایشون شفاعت میکند بگردان. از اون کسانی که شاکی از قرآن از اونها نگردان.
پروردگار ما را قدردانی این نعمت عظما بگردان. پروردگار قلب ما را، قبر ما را، زندگی ما را، آخرت ما را به وسیله کلام الله روشن بگردان، نورانی بگردان. یا رب، یا اله العالمین، ما را مغفرت بفرما، ما را بیامرز، ما را ببخش. پروردگار بر ما خورده نگیر. پروردگار اشتباهات ما را نادیده بگیر. غفلت های ما را، گناهان ما را، معاصی ما را، اشتباهات ما را پروردگار نادیده بگیر. و امروز این کلام امروز اینجا ختم شد. پروردگار به برکت این عمل صالح و به برکت این عملی که انجام گرفت، پروردگار از سر تقصیر ما درگذر باش. اله العالمین ما را معاف بفرما، ما را عفو بفرما، از ما بگذر. پروردگارا اله العالمین، همونطور که در زندگی ستاری کردی، ما را رسوا نکردی، پروردگارا بعد از مرگ هم ستاری بفرما، در آخرت هم چشم پوشی بفرما، نادیده بگیر اشتباهات ما را. و اله العالمین قلم عفو را بر تمام گناهان و جرائم ما بکش و ما را در ادامه زندگی از بندگان صالح بگردان، از بندگان با ایمان بگردان، از بندگان مخلص بگردان، از بندگان عابد بگردان، ساجد بگردان. ما را از گناه و معصیت حفاظت بفرما، ما را از غفلت و خدا فراموشی حفاظت بفرما. پروردگار همه ما را مغفرت بفرما. پروردگار ما را از اهل خرافات نگردان، از کسانی که در عقیده و عمل و اخلاق مشکل دارن نگردان. به وسیله قرآن ما را اصلاح بگردان. پروردگار مشکلات ما را و مشکلات جامعه ما را حل بفرما، مشکلات جوانان ما را حل بفرما، مشکل بیکاری را حل بفرما، مشکل معیشت را حل بفرما. پروردگار رزق واسع و حلال به همه مردم ما نصیب بفرما. پروردگار تنگناها را بردار، پروردگار ضیق را بردار، پروردگار بر همه ما لطف بفرما. پروردگار دین و ایمان ما را حفاظت بفرما. پروردگار مشکلات سبب نشه که ما به سمت گناه بریم، ما به سمت کار نامشروع ناجائز بریم. پروردگار همه ما را حفاظت بفرما، به همه ما ایمان کامل، دین کامل، تقوای کامل و رزق حلال و دنیای صالح نصیب بفرما. اله العالمین به خواهران ما ایمان کامل نصیب بفرما، حیا و عفت و حجاب کامل نصیب بفرما. به جوانان ما غیرت و حمیت دینی نصیب بفرما. پروردگار جامعه ما را جامعه پاک بگردان، همه ما را پاک بگردان، از آلودگی، از گناه پاک بگردان. چشم ما را پاک بگردان، گوش ما را پاک بگردان، زبان و قلب و جوارح ما را پاک بگردان. جامعه ما را جامعه پاکی بگردان. گناه را برچین از جامعه ما، شراب را بردار، دود و آلودگی را بردار. جوانان ما را نجات بده. پروردگار جوانان ما را نجات بده. پروردگار اونهایی که برای جوانان ما نقشه میکشن، نقشه را به خودشون برگردان. جوانان ما را حفاظت بفرما، دین و ایمانشون را حفاظت بفرما، دنیایشون را حفاظت بفرما. پروردگار دین و دنیایشون را آباد بگردان. اله العالمین علماء ما را حفاظت بفرما، تک تک این علماء که اینجا هستند و جاهای دیگه، به همه توفیق خدمت نصیب بفرما، به همه توفیق بده. اون وظیفه‌ای که بر گردن ما هست، اون وظیفه را به نحو احسن، به نحو مطلوب، آنگونه که تو راضی میشی انجام بدیم. پروردگار رب ما را در این امتحان دنیا موفق بگردان، ما را مردود نگردان، ما را ناموفق نگردان. پروردگار چند صباحی که زندگی میکنیم، در این چند صباح ما را مردود نکن، ما را ناموفق نگردان، ما را مغلوب نفس و شیطان نگردان. پروردگار به ما توفیق طاعت و بندگی و به ما توفیق انجام وظیفه عنایت بفرما. اله العالمین از همه ما راضی و خوشنود باش و ما را توفیق بده ما زندگی را با رضای تو سپری بکنیم، با رضای تو از این دنیا بریم مولا و با رضای تو وارد بهشت تو بشیم. پروردگارا توفیق بده تا روزی که زنده هستیم تلمذ قرآن را و دوزانو نشستن در محضر قرآن را، زندگی ما را زندگی قرآنی بگردان، زندگی ایمانی بگردان. اله العالمین
مشکلات ما را و مشکلات همه مسلمانان عالم را حل بفرما. خاتمه ما را با ایمان بگردان، آخرت ما را آباد بگردان. کسانی که دچار مشکل هستند، دچار مریضی هستند، دچار سحر و جادو هستند و مریضی های دیگه، پروردگار عافیتشون بده، حفاظتشون بفرما. زندانیان وسیله آزادیشون فراهم بفرما. اموات گذشتگان ما را مغفرت بفرما. پدران و مادران گذشته ما را غریق رحمت بفرما. پروردگار رب همه مشکلات ما و مشکلات جامعه ما را حل بفرما. همه این عزیزانی که اینجا نشستند، هر آرزوی جایزی و از هر تمنای جایزی در قلبشون هست برآورده بفرما. ربنا تقبل منا. این ختم را که اینجا انجام گرفت و این ترجمه و تفسیر را که توسط برادر عزیزمان اینجا انجام گرفت، به بارگاه خودت قبول بفرما و در حسنات اعمال ایشان و همه مقتدیان ایشان ثبت بفرما و استقامت نصیب بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك.